دیگر سوالی که دادن گفتند من تا حال از گپ پدر و مادرم نمیبرایم، هرچی گویند همان را میکنم، اما همسرم به حال من میخندد، مذاق میکند. خواهش میکنم درباره این خیل زنها گپ زنید و گویید که از روی شریعت با این زن چیکار کنم. من راستی بار اول این سوال میشنوم که وقتی که مرد یا زن پدر یا مادرش اطاعت کند و خب یکی بر یکیش مذاق کند یا خنده کند که تو پدرت یا مادرت اطاعت میکنی. برادرای عزیز و گرامی، یا اینکه سوال با یا سوال درست مثال شما ندارید که مقصد هیچ عقل سالم ایرا قبول کرده نمیتواند که وقتی که من پدرم مادرم اطاعت کنم خانوم من زن من مرا مذاق کند که تو پدر و مادرت اطاعت میکنی. اگر وای به شرط مسلمان باشد، اگر وای به شرط از دین از دنیا اگر آگاهی داشته باشد، حتی از دینم آگاهی نداشته باشد، بدینم که باشد، پدر و مادر برای می آدمای بدینم مقدس است. یعنی پدر و مادر برای هر یک نفر، حتی حیوان است، پدر و مادرش مقصد ببینید که در نسلشون هست، دوستداری میکنن. پدر و مادر حتی اما حیوان هست ای فرزندشون دفاع میکنن. برای این جای مذاق نیست برادر عزیز که من پدر و مادرم اطاعت کردم یا از پدر و مادرم مقصد فرمان برداری کردم، دوستداری کردم. این به گردن ما برادر عزیز فرض است که الله مهربان و بالوالدین احسانا میگه شما پدر و مادر را نیکویی کنید. ببین هیچگاه، یعنی اگر میگه ای سه چشم آب بریزد، وقتی ما مثال غم میتیم دقت میتیم که ای سه چشم اگر آب ریزاندی تو روی جنت نمیبینی. یک توش میگه آب چشم یتیمه، وقتی بر سر یتیم همین قدر مشکلات آوردی که از مشکلات تو وای بگیریه آمد، میگه برای تو جنت حرام میگرده. دوم نفری را تهمت میزنی، نفری را ظلم میکنی، آنقدر ظلم بر بالاش میکنی، آنقدر تهمت برگردنش بار میکنی که وای بیچاره تماما بر این کارها یگان نزدیکی هم نداشت، یگان این کارها را انجام دادگی هم نبود، ولی تو او را وقتی که ظلم میکنی و وای از ظلم تو بگیریه میآید، پیامبر گرامی گفت جنت برای تو ظالم حرام است. سیوم کسی که پدر و مادر آنقدر دقت میتد عذابش میتد که پدر و مادرم گریه دا میدارند، زور شامنیت گریه میکنند، گفت این فرزندم روی جنت نمیبینند. برای این جای مذاق نیست. خواستن شما خود شما احترام پدر و مادراتون به جا بیاریم برادر عزیز. سوال دیگر آمده است، همسری برادر شوهرم، یعنی همسری برادر شوهرم، یعنی زنی اکش یا زنی دادرش صاحبی طفل نمی شود، با تمام خانواده میگد که من همین جادو کرده است، همه خانواده با من جنگیند، اما من از خدا می ترسم، این کار رو نمی کنم. شما چی مصلحت میتین؟ کار کنم؟ چی کار کنم؟ همه با من قهریند. برادر عزیز و گرامی، انشاءالله هرگاهی که اگر نفری را که با کار دست نزده است، در کار آلوده نیست، وقتی او را تهمت میزنند، بهتان میزنند، تصور کنین که شما بسیار در دنیا برد کلام میکنین. یعنی شما وقتی در این حالت صبر میکنین، از خدای مهربان یاردم طلب میکنین، الله مهربان همراه شما هست. یعنی و آیت قرآن داریم که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. خدای مهربان میگه وقتی که حق آمد باطل از بین می رود. هر آینه باطل هیچ وقت پاینده نیست. برای همین شما که حق باشین، یک روز نه یک روز این حقیقت برادر عزیز رو می شود، بلند می شود، روشن می شود و خدا خواهد همه اینها از شما با عذرخواهی میکنن. هرگاهی که اونها گفتن تو همین کار میکنی، تو فقط این قدر جواب بگو که من در این کار یگان نزدیکی ندارم، مقصد والله قسم، به تالله قسم،
من در این کار یگان مقصد دست درازی ندارم. یکم دویمش که همه وقت فرزند دادن و فرزند ندادن این از نزد الله است. ای دست این جادوگرای ما، ای دست این فالبینای ما هیچی نمی آید. اینا اون جادوگر و فالبین هایی که اکو در قرآن آمده است که در دوره های دیگر پیامبرا بود، اینایش که امروز باقی ماندن ایناش فقط فریبند. ای دست اینا هیچ چیز نمی آید. این بگیم و جادوگرهای اساسی و اصلی نیستن برادران عزیز. ولی به هر حال صبر کن، الله مهربان پاداش رو میدهد. دیگر سوالی که کردن گفتن نماز قضایی را جماعت خواندن درست است؟ بله برادر عزیز، اگر شما مبادا که نماز پیشینه، نماز عصر یا دو نمازتان قضا شد، اگر چند نفره باشین که یک جای قضا کرده باشین، یک جای همین قضایی را اگر شما با جماعت خوانین انشاءالله درست میشود. یعنی اذان میگین، قامت میگین، فرض میخوانین، سنت ها شکل ساقط میشود. باز بعد او دویم نماز اگر دو نمازتان باشد قامت میگین، دویم شم میخوانین. اگر سه نماز هم باشد با قامت میگین، با سیم شم میخوانین. یعنی با جماعت هم خواندن نماز قضایی درست است، زیرا که نماز قضا را در مذهب خودمان ابو حنیفه برادر عزیز قضا داشتنش واجبه. یعنی اگر به شرطی که او را ما ادا نکنیم از گردن ما ساقط نمی شود، برای ادا نکردنش همچون تارکی صلات، همچون نماز نخواندگی پیش خداوند گناهگار می شود. سوال دیگر، شخصی که گناه میکند و زود توبه میکند، خودش رو داشته نمیتواند، مدام گناه میکند، توبه میکند، پشیمان میشود، همین شخص حالش چی میشود؟ اکو انشاءالله برادر عزیز، هر یک نفری که گناه میکند و توبه میکند، پیامبر نازنین گفتن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که اگر توبه از گناه کرد مثل آن کسی هست که وی گناه نکرده است. لیکن برادر عزیز و گرامی، هر یک کار به خودش یک حد دارد، یک حد معین دارد. این نمی شود که امروز من توبه کردم پگه با گناه کردم، پگه با توبه کردم بارزگاه با گناه کردم. معلوم است که این توبه برادر عزیز توبه یعنی نصوح نیست. چگونه که قرآن در الله مهربان میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحه. هرگاهی که شما توبه میکنید توبه نصوح کنید. توبه نصوح یعنی چی؟ توبه که دیگر دویم باره این توبه نشکند. یعنی برادر عزیز، هر یک آدم وقتی که بین با یک آدم دست میتی، تو در یک کار دست میتی، بین چقدر تو برای دست دادنت یا قول دادنت چقدر حرکت میکنی که یعنی من در پیش همین آدم یکی دروغگو نشم، یا اینکه مثال من قول دادگی، من دست دادگیم. اگه تصور کن که تو با خالقت وقتی دست میتی، با خالقت وقتی وعده میکنی، توبه معناش همه که وعده میتی که خدای مهربان اگه یک لحظه گمراه شدم، نادان شدم، نافهم شدم، مقصد الحال که فهمیدم خدای مهربان ببخشون، تو این باره نمیکنم. اگه عهد در پیش خالق شکستن دهم برادر عزیز، خودت تصور کن که چی میشود. برای این بهترش همین است که توبه را توبه نصوح کنین، توبه جدی کنین. انشاءالله این برای شما بهتر است. خدای نکرده توبهاتون توبه نصوح نباشه و شما اگر به شرط با در دل اراده گناه کردن باشد، این توبه نیست. وقتی در دل مقصد که اگر نیت گناه کردن باشد، پس این چیزی که به زبان گفتی این دیگه اعتبار خچگون میکنه. شاعر میگه در دل همه شرک و سجده بر خاک چی سود. وقتی که درون پر شرکیات های، پر خرافات های، درون پر وعده های، درون پر نیت های بد های، میگه سجده در خاک چی معنی داره؟ بر جسم پلید جامعه پاک چی سود؟ خود یک آدمی پلید باشی، یک آدمی افلاس باشی، یک آدمی دروغگو باشی، یک آدمی خیانتکار باشی، یک آدمی مقصد همه خصلت‌های رذیله را داشته باشی، لیکن خودت خیلی زیب و زینت بتی، بسیار لباس‌های پوشی که مقصد ببینند هر کس بگن این خیلی آدمی شب زنده داره. میگه آیا این
لباس در بدن تا حیف نشده است. برای همین برادرای عزیز و گرامی ما باید که در این مسئله هم یعنی عهد شکن نباشیم.